آجیو جاگای سکوی من اونا میگن کو گوشاتون نشکنین ای بای اینو بای والله بالله دروغ ای برادر توجیکی خدمت مثلا 100% پرسن من گوشم بشکنم даже чу Париж починадан بعد گوشام بشکنم یعنی چیزاش در دوام 20 минут обезболивающий шахати به یکم درد میشکنه گوش برای مرد بچه را کسی چیزی نگرانه آبرو علامت اصلا شکستن گوش به خاطر وانمود کردن خود مثل گوشتینگیرها یا پهلوانها حرام است. الله تعالی در سوره نساء آیه 119 سوگند شیطان را به ما نقل کرد. ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. و به آنان فرمان میدهم تا خلقت الله را دیگرگون سازند. و در سوره اسراء آیه 36 الله تعالی گفت ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. البته گوش و چشم و دل از همه این اعضا صاحبش مسئول است. یعنی پرسیده می شود. جسد انسان امانت است. اعضای بدن مالکیت انسان نیست. آن را الله تعالی ساخته است و بنده را از ظلم و تغییر دادن و فروختن اعضایش منع کرده است. و در حدیث ابن ماجه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا ضرر ولا ضرار، یعنی کسی به خود و به دیگران ضرر نرساند. شکستن گوش ضرر است، هم به سلامتی و هم به زیبایی. برعکس کسی اگر گوشش ناخواست در گوشتین یا در حادثه شکسته باشد باید آن را طبابت کند و به حالت اصلیش به قدر امکان برگرداند. و در حدیث آمده است المغیرات خلق الله، الله لعنت کند تغییر دهندگان خلق الله را. روایت بخاری و مسلم.